طرفداران سرنای سارکایا وقتشه که خودی نشون بدید و از این ستاره دفاع بکنید. شرح کامل و جز به جز ماجرایی که برای سرنای رسوایی بزرگی به بار آورده. با سرویس 17 همراه باشید، شاید آخر سر بتونیم قضاوت بکنیم، شاید هم نه. آیشا بارم یکی از شناخته شده ترین و فعال ترین منیجرهای صنعت فیلم و سرگرمی ترکیه است و اگر بخوایم خودمونی تر بگیم یکی از شریفی نیاهای اونجاست و صاحب یک کمپانی و اصطلاحاً ایجنسی بزرگ فیلمسازی و صنعت سرگرمی به نام آیدی در ترکیه است. آیشه مدیر برنامه بسیاری از چهره‌های مشهور ترکیه مثل هازالکایا و همسرش الیاتای، سرنای سارکایا، هاندا ارچن، فاهریه اوجن، بیرجه آکالای، ازگی مولا و پینار دنیز و خیلی های دیگه هست و به قول رسانه های ترکیه نبض صنعت سرگرمی و مدیای ترکیه دستشه. حالا اخیراً اتفاقی افتاده که اسم آیشه حسابی سر زبون است، البته به رسوایی و افشاگری های عجیب و غریب. بریم ببینیم ماجرا از چه قراره. ماجرا به این صورته که از ابتدای سال 2024 در تمام پروژه‌هایی که کمپانی آیشه و یا شخص خودش دخیل بودن، دیدن مداوم تصویر سرنای سارکایا برای مردم تبدیل به یه چیز روتین شده بود. چهره بعدی خواننده نسل جوان مرت دمیر بود. رابطه این دو به طرز عجیبی تو مدیای ترکیه بول شد و در موردش صحبت شد، اما این حجم از توجه برای خود مردم ترکیه هم عجیب بود، تا اینکه یکی از کارشناسان سلبریتی محور ترکیه با انتشار متنی ادعایی رو مطرح کرد و البته هیچ اسمی از شخصی برده نشد، اما مردم تیکه های پازل رو کنار هم گذاشتن و به این سه نفر یعنی آیشه و سرنای و مرت رسیدن. در این متن عجیب و غریب و البته پر از افشاگری های رسوا کننده ادعا شده که یه مافیای قدرتمند تو بول کردن بیهوده یه سری افراد قدرت داره و به عنوان مثال یه زن بازیگر که سریالش درست حسابی هم دیده نشد با کمک مافیای این خانم تا 3 فصل ادامه پیدا کرد و یا اون بازیگر رو با یه خواننده همجنسگرا به دروغ مچ کرد و اونا رو به عنوان کاپل بول کرده و خانم بازیگر هم 5 میلیون دلار بابتش پول گرفته. البته قبح ماجرا بیشتر از این حرف هست. به گفته رسانه ها و البته یک سری از شایعات، دوست پسر سرنا یعنی مرت مشخص شده که همجنس بازه و در اصل با یک تاجر بسیار ثروتمند و قدرتمند ترکی توی رابطه است. در واقع رابطهش با سرنا صرفا یه رابطه قراردادی بوده، به این ترتیب که تاجر مذکور با منیجر سرنا یعنی آیشه قراردادی رو امضا کردن که طی اون سرنای رو با مرت به صورت کاپل نشون بدن و در قبال اون آیشه پول بسیار هنگفتی از اون تاجر گرفته و به گفته بعضی‌ها خود سرنای هم توی این داستان دست داره. جالب اینجاست که بیرجان بالی، بازیگری که بیشتر به خاطر کارشناسی تو برنامه سویلمستم اولماز ترکیه شناخته میشه، چند وقت پیش پرده از این ماجرا برداشته و افشاگری کرده بود، ولی خیلیا بهش تاختن و باور نکردن. به این ترتیب مردم اومدن قضایی رو کنار هم چیدن و بر علیه آیشه توی شبکه ایکس موجی علیه. حالا این وسط چند تا از بازیگران زن هم توی استوری و البته بدون نام بردن از شخص خاصی حسابی به سرنای تیکه انداختن. قشنگ مشخصه که از مدت‌ها پیش دلشون از سرنای پر بوده و منتظر یک فرصت بودن. دنیز اشن که در سریال‌های معصومیت و دختر سفیر بازی کرده و البته بازیگر خوشچهره و خوش‌آتیه‌ای هم هست، توی استوری حسابی با آیشه تاخته و البته به سرنای هم کنایه خوبی زده. اون گفتش تا به حال فکر کردین که به خاطر زنی که بهش برای همبستگی زنان اعتقاد دارین چند بازیگر زن حقوقشون زیر پا گذاشته شده؟ اون شخصا در کار من دخالت کرد و مانع پیشرفت بسیاری از بازیگران زن با استعدادی شد که میشناسمشون. اگر چیزی به عنوان مافیا وجود داره، به عنوان مدافع حقوق زنان و انسانها، این شما هستین که باید صدای اعتراضتون رو بلند بکنین. نمیدونم چه کسی با چه کسی ارتباط داشته، اما تعجب هم نمی کنم. وقتی نوبتش رسید عصبی نشید، مطمئناً گندش در میاد. فرح زینب عبدالله یک دیگه از بازیگران زنی هست که نسبت به این اتفاقات واکنش نشون داده. اون تو سریال حریم سلطان از نقشای اصلی بود.
فرح استوری دنیزشون رو بازنشر کرده و گفته با عشق و احترام به اون دسته از تهیه کنندگانی که چشمشون رو بر این مسائل میبندن، به آژانس‌های تبلیغاتی که گفته میشه رشوه گرفتن و به تمام افرادی که وجدان شخصیت خودشون رو کنار گذاشتن و قلبشون رو به این سیستم فاسد سپردن. به این ترتیب خیلی‌ها رو تیکه بارون کرده. البته افراد زیادی هم از سرنای سارکایا حمایت کردن که از جمله اونها میشه به شکری نجاتی، نویسنده معروف سریال غنچه‌های سرخ اشاره کرد. شکری گفته کسایی که از سرنای انتقاد میکنن اگر 7 بار هم زندگی کنید نمیتونید نقش و عمل کردی که سرنای تو سریال فی و موزیکال آلیس داشته رو بازی بکنید. البته این وسط چند تا بازیگر هم از عایشه بارم یعنی منیجرشون دفاع کردن، مثل بیرجا آکالا ستاره سریال عشق سیاه و سفید. بیرجا دیشب تو استوریش خطاب به عایشه نوشت تو همیشه روی آرزوهای ما نور امید تابیدی و واسمون زحمت زیادی کشیدی. ما هم به خاطر تو تلاش میکنیم و خیلی دوستت داریم. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. ماجرا کمی پیچیده و عجیبه و به این راحتی ها نمیشه قضاوت کرد، ولی شما حتما نظرتون رو برامون بنویسید. آیا به نظر شما سرنا سارکایا حسود زیاد داره و صرفا میخوان که وجهه اون رو خراب بکنن یا واقعا اتفاقاتی افتاده؟ مرسی که همراهمون هستید. مراقب خودتون bashid. Khudafez. Çok şıksınız öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bugün can sıkıcı bazı haberler var. Siz de birinci ağızdan sizden hani bir şeyler duymak isteriz. Neler söylemek istersiniz? Yani o kadar gerçekten tuhaf ve akıl almaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten aile iletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip. Anlaşılması çok güç. Bu kadar. Söyleyecek başka hiçbir şey yok. Ya bir de birçok ağızdan mesela oyuncu arkadaşlarımıza bazı paylaşımlar yaptı. Bazıları destek oldu, bazıları yalanladı. Hani yalan olduğunu ibra etti ama. Ya bunlar başka konular. Evet. Yani asıl konu bambaşka bir konu. Doğrudan yani ahlaksız ithamlar var bize yapılan. Evet. Oyuncuların ya da işte sektördeki insanların söylediği, savunduğu şeyler başka şeyler. İkisi bambaşka konular. Onunla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay Çok sağ olun. gelsin. Çok sağ olun. Ayten beraber mi gidiyoruz? Biraz iyi mi konuşsak? Önce o seni sarar. Klasiklerden mi konuşsak? Her dönemin ikonu, o Jean Star. Biraz da yenilerden konuşsak? Baggy, Wide, yüksek